این یه ذره واسه من آزار کننده است. چرا اصلا کودکان ما باید خدا پیغمبر بیاموزن؟ چرا؟ ببینید عزیز، ماجرای پیچیده‌ایه. موضوع این هست که دو تا مشکل رو ما اینجا داریم. مشکل اول اینه که اگر ذهن کودکان رو پدر و مادر در حدی که خوب و درست میدونن، یه مقداری با مطالب مهمی که بچه ها همش میتونن بهش افتخار کنن و یا به هر حال درباره‌اش صحبت کنن، یعنی اگر 25 سالشون هم شد و در دانشگاه ازشون پرسیدن، باورهاشون، نظریاتشون غیر اخلاقی، غیر انسانی نباشه و بنابراین درگیر دو چیز نشده باشن. یکی تاریخ بدی که متاسفانه پشت سر همه ادیان هست و چه اونهایی که کشتن چه اونهایی که کشته شدن هر دوتا آزاردهنده است، و دوم وارد مطالب و موضوعی شدن که اصلا از آن دنیای امروز نیست و هیچ ارتباطی به انسان نداره. بنابراین اشکال کار اینه که اگر شما ذهن کودکان رو در حدی که نیازشونه درباره این مسائل و البته خود مسئله هستی و مسئله خدا شما پر نکنید، بچه‌ها از جای دیگه میگیرن و پر میکنن، یعنی این ظرف خالی نمیمونه. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما و همسرتون هیچ چیزی به بچه نگید، یه دفعه در 5 سالگی و 8 سالگی و 12 سالگیش یه دفعه ممکن اصلا یه متعصب مذهبی به یه دینی در بیاد که اصلا شما نمیشناسید. فقط مثلا دوستش یا پدر مادر دوستش یا معلمش یا فرض کنید از یه طریقی از طریق وسایل ارتباط جمعی رفته اونجا، ای بسا تعجب نکنید یه دفعه داعشی بشه. یعنی میخوام به شما بگم این ذهن رو نمیشه خالی نگردش. مثل اینکه من برگردم بگم من فرزندم از هیچ زبانی بهش نمیآموزم، میذارم خودش 18 سالش بشه بره اگه میخواد فارسی یاد بگیره یا انگلیسی، این شدنی نیست. دوم این که انسان همیشه باید یه معنایی به زندگیش بده و این معنا دادنی که سبب میشه همه ما بخوایم بگیم خیلی خب پس ما یه دنیایی داریم بسیار مبهم و تاریک و پیچیده، پس بیان به وجود خدای قادر دانای مهربان باور میکنیم برای که ذره آروم بگیریم و متاسفانه یه واقعیتی عزیز. بنابراین یه حد اقلی از آنچه که شایسته باور است و پذیرش، حالا به هر گونه ای که هست، بدون اینکه وارد جزئیاتی بشیم و دیگرانی که غیر هستن رو نفی کنیم، میشه مطرح کرد. و همونطور که خود شما گفتید وقتی که قسمت اول گفتگوی آنچه که هست برمیگرده به یه اصولی که جنبه اخلاقی و انسانی و عمومی و اجتماعی داره، موضوع اشکالی نداره. ولی همونقایی که به ته عرض کنم دیگ میخوره و وارد مباحثی میشن که واقعا تعدیگ نیستن، فقط دیگه سوخته‌ای هستن، خب اون تیکه خرابه. ولی میشه اینا رو تا حدودی برای ذهن بچه‌ها با تأکید بر روی اون جنبه‌های مثبت و نادیده انگاشتن، نه جنگیدن با اون قسمت‌های منفی، تا حدود زیادی از یه صافی گذرون. و به همین جاست که میشه بچه‌ها رو با یه باورهای عمومی انسانی اخلاقی بار آورد، بدونی که زمینه ای از تعصب داشته باشه، بدون اینکه زمینه از این که ما تنها حقیقت رو داریم و بقیه ندارن، بدون اینکه بخواد دیگران رو قضاوت کنه یا حتی خودش رو با اون ملاک‌ها قضاوت کنه. بنابراین یه چیزی در حاشیه ای بسا فرض بفرمایید گفتار پدر و مادر تو این زمینه‌ها طی 8 سال اول مثلا 8 ساعت، یعنی به یک اعتبار البته قسم نیست که در یه سالگی، ولی میخوام بگم یعنی دلیل نداره خیلی این موضوعا رو موضوعای مهم کنیم، به ویژه در یه جامعه‌ای که اگر ما اشتباه نکنیم و بچه‌هامون رو به مدارس مذهبی نفرستیم چون اون اشتباه بزرگی است، و یا بچه‌ها رو با دوستان و خانواده‌هایی که خیلی مذهبی هستن آشنا نکنیم، بچه‌ها متوجه میشن نقشی که مذهب داره در زندگیشون بسیار کم و بیرنگه و بنابراین اون موقع وقتی یه چیزی کم اهمیته دیگه به تفاوت‌ها و اختلافام انسان اهمیت نمیده. به همین جهت است که یه تعادلی میان این موضوعها باید برقرار کرد. اگر میشد ذهن رو خالی نگه داشت و یا به هر حال اونجا رو با یه چیزی که فرض کنید به گفته شما زمینه علمی و عقلی و واقعی داره پر کرد خوب بود، ولی نمیشه، برای که نظام فلسفه و جانبینی، نظام باورها و اعتقادات به ویژه در دوران کودکی حتی تا 12 سالگی ورای بحث واقعیت و علم و عقله و به همین دلیل که
فرض بفرمایید اگر مثلا شما در گفتارتون بگید حضرت موسی، حضرت مسیح، حضرت محمد و به هیچ کدومشون چیزی قبل و بعدش اضافه و کم نکنید، بچه به این نتیجه میرسه که خب مثل پدر اون و در نتیجه خودش هم نسبت به این موضوع حساسیتی پیدا نمیکنه. ولی اگر شما آمدید و یکی رو با یک لغت، حالا با یه حضرت ولی دیگری رو از قبلش و بعدش همینجوری بستید به یه مقدار واژه‌های بی‌معنی که اگر یه ذره معناش هم بدونیم این مثلا خنده داره، خب ازش گذشتیم دیگه، یعنی اونقدر جدی نشده. یا اگر فرض کنید شما نام این کتابا رو میبرید، حالا یا همینجوری اسمش رو میبرید یا یک لغت یه مقدس بهش اضافه کردید، اونقدرها به بچه آسیب نمیزنه. به ویژه این که بچه مینه 100 نفر دیگه هم که راجع به اینا حرف میزنن 90 تاشون همینو میگن. پس بنابراین اشکالی که بچه‌ها تو این محیط ها دارن اون تضاد رو، اون درگیری رو حس نمیکنه که من یه چیزی هستم مختلف و متفاوت. اول خودش رو بد میدونه، بعد ناچار اونا رو بد میدونه، برای هر دو رو هم خودش هم اونا رو بد میدونه. به همین جهته که چرا من با تاریخ ادیان مسئله دارم؟ برای که تاریخ رو با دقت میدانم و میدونم درش جز تخم از یک طرف وحشت و از جانب دیگه تنفر چیز دیگه در وجود آدم نمیاره. اونجای وحشت میاره که چجوری ما رو کشتن و اونجای تنفر میاره که اینا چجوری باز ما رو کشتن، هر دوتا رو. و دیگه وقتی که خشم و تنفر در هم میامیزه دیگه از من یه موجودی میسازه که دیگه نمیشه انتظار داشت به جهان به گونه اخلاقی انسانی واقعی نگاه کنم. بنابراین اگر در حاشیه برید بی خودی این موضوع رو بزرگ و مهم نکنید، حتی به جنگش نرید، چون به جنگیدن با اونا یعنی مذهب ستیزی به نظر من بیشتر تخم مذهب افراطی رو در وجود بچه ها میکاره تا اصلا بی‌اعتنایی نسبت بهش. یعنی وقتی او ببینه شما و همسرتون یا مادرش خیلی اهمیتی نمیدید تو جایی هم نمیرید تو خیلی هم تشویق و تایید نمی کنید و از کنار این موضوع هم بی توجه و بی احترام میگذارید، در او هم موجب خاموشی و فراموشی میشه. یعنی که تو این زمینه کجدار و مریض برید. شما نمیتونید در یه جایی که باران میاد دیگه بگید نه ماشینم میخوام خیس بشه و کثیف بشه، نه خودم. یه جایی بالاخره این باران اینجا اونجا روی شما و یا روی آنچه که متعلق به شما هم خواهد ریخت. بنابراین فقط یه مواظبتی که به ضرر و خطر نیفتیم. یعنی بچه رو با یک گفتم وحشت و تنفری از خود و دیگران بار نیاریم و این موضوع رو موضوعی مهم ندونیم، در نتیجه بچه‌ها هم اون رو خیلی جدی نمیگیرن و درگیر موافق و مخالفش هم نمیشن. ولی به هر حال به من میگید مثل هر کار دیگه ایجاد یه تعادل و توازنی درش کار مشکلیه، برخی از اوقات هم اینجا اونجا اشتباهاتی میشه حتما، ولی خب این واقعیت زندگی است که همه چیز ناقص است و همه چیز با خطا و اشتباه همراه. خیلی کامل و جامع بود دکتر، دستتون در نکنم. خواهش میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم یه روزی چون آدم جالبی هستید، امیدوارم یه روزی عرض کنم شما و همسر خوبتون رو ببینم. حالا تا ببینیم چه میشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حتما دکتر جان یه مطلبی مونده بذارید اونم بگم و برم دیگه. دکتر جان اگه تو زندگی من به دو چیز خیلی مفتخر باشم و افتخار کنم، دومیش تماس با شما بوده، اولیش همسرم بوده. خب برای اولی حتما مطمئنم، دومی هم به هر حال ما اول رفتیم توی جایی که داشتیم بالاخره حالا ما رو آوردید پایین، اشکالی نداره. ولی نه شوخی نمی‌کنم. به هر حال خودتون گفتید همسرتون همیشه شماره یک شما. باریکلا. ببین تو همین 2-3 هفته اینقدر تو یاد گرفتی که من باید یاد بگیرم از تو که چجوری به این خوبی یاد گرفتی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. روز خوشی داشته باشید. تا همینطور ازم. خدا نگهدار. خدا. بای.